سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من مهدی سفری هستم. اینجا چنل یوتیوب دیمولرنه. حتما چنل رو داشته باشید، سابسکرایب کنید، دنبال کنید. همچنین پیج اینستاگرام دیمولرن رو هم داخل تلگرام هم یک کانال داریم. عرضم به حضور محترمتون که میخوایم توی این قسمت اون آموزش استوری موشن رایگانی که قولش رو داده بودم با هم انجامش بدیم. و این استوری موشن با موبایل با نرم افزار الایت موشن، کلش هم طراحیش هم موشن و همه چیزش. عرض به حضورتون که این یه تم محرمی داره، چون برای ماه محرم بود. و نکته‌ای که هست اینه که اصلا دلیل بر این نیست که شما نمیتونید استوری موشن های دیگه مثلا بسازید و محدود و این حرفا. هر تکنیکی که توی این استوری موشن الان من میخوام استفاده کنم و به شما یاد بدم هیچ محدودیتی نداره و با تمرین و تسلط روی این تکنیک ها و این نرم افزار میتونید هر استوری موشنی رو، هر ایده‌ای رو با خلاقیت خودتون اجرا کنید. وارد نرم افزار الایت موشن میشم دیگه. معرف حضور همه باید باشه. اگرم نیست یه توضیحات میدم. یه برنامه است که میشه گفت اومده یه سری امکانات افتر افکت سیستم و فتوشاپ رو شبیه سازی کرده، یا بعضیش حتی دقیقا این همون نرم افزار رو انگار کپی کرده برای موبایل. و در واقع شما میتونید با این نرم افزار روی موبایلتون کارهای موشن گرافیک، ادیت ویدیو، طراحی انجام بدین. این محیط اول برنامه است که قسمت هوم داره که حالا با اینا ما هیچ کاری نداریم. اول نشون بدم من پروژه رو که چه پروژه رو میخوایم با هم دیگه کار کنیم. این پروژه‌ای هست که قبلا من انجام داده بودم و الان قراره که با هم یادش بگیریم 0 تا 100 رو. خب دیگه خیلی چیز خاصی نداره. یه استوری موشن مینیمال، مرتب و عالی، حرفه‌ای. خب من این فایل رو کامل پاک میکنم که بریم سراغ آموزش. اولین کاری که میخوایم بکنیم، اولین قدمی که میخوایم انجام بدیم برداریم، این به اضافه رو میزنیم اونجا. ابعاد در واقع طرحمون رو انتخاب میکنیم که این ابعاد استوری اینستاگرام هست. رزولوشن رو اینجا انتخاب میکنید که میتونید تا 4K تنظیم کنید با توجه به سخت افزار دستگاه موبایلتون. هر چقدر پشتیبانی کنه میتونید انجام بدید. حالا من میذارم روی 720 که HD هست و با فریم ریت 30 تا 60 فریم هم میتونید بذارید، ولی خب من نیازی نمیبینم چون و به این دلیل که دارم ریکورد میکنم دیگه. عرض به حضورتون که میخوام یه خورده سبک باشه. پروژه رو ایجاد میکنیم. اولین کاری که میخوایم بکنیم میریم سراغ این به اضافه. دوباره از این قسمت شیپ یه دونه شکل اضافه میکنیم. شکل رو به این صورتی که میبینید به این حالت بزرگش میکنیم تا تمام این کادر ما رو پوشش بده. میریم به قسمت کالر اند فیل و من این رنگ رو در واقع آماده کردم از قبل. این رنگ رو به عنوان زمینه براش در نظر میگیریم. بعد از اون برای حالا طراحی این بک‌گراند ساده ما اینجا یه دونه عکس داریم که قراره بیاد و بالا هم یه دونه پرچم داریم و یه تایپوگرافی و یه متن به اضافه یه سری فوتیج و یه ریزکاری هایی که در ادامه بهش میپردازیم. بعد هم موشن. توی این قسمت فعلا فقط طراحیه. اون
عکس مورد نظرم رو وارد میکنیم. این عکس ها رو داخل کانال تلگرام براتون آپلود کردم. لینکش رو در واقع براتون قرار میدم این پایین. میتونید وارد کانال تلگرام بشید و دانلود کنید. فعلا فقط میخوام اجزا رو وارد کنم، این المان ها رو وارد کنم. بعد از اون یه تنظیمات و اصلاح های قراره انجام بدیم براش. این لایر هم که اضافه کردیم میریم به قسمت موو ترانسفورم. از این قسمت اسکیل اندازش رو سایزش رو کوچیک‌تر میکنیم. هم میتونید از همینجا تنظیم کنید جاش رو، ولی من پیشنهادم این نیست. چرا؟ من پیشنهاد میکنم از این بخش موو ترانسفورم و این قسمت این کار انجام بدین، چون قشنگ وسط چین، راست چین یا چپ چین میکنه، کارو مرتب برای ما انجام میده. فکر میکنم که الان سایزش خوبه. خب یه دونم تایپوگرافی داریم ما. اون تایپوگرافی هم توی چنل هست. به این صورت واردش میکنیم. PNG هن و بک‌گراند ندارن. از همین قسمت موو ترانسفورم مجدد اسکیلش رو تنظیم میکنیم با توجه به اون حالتی که میخوایم. دقت کنید که توی طراحی که دارین انجام میدین نباید المان هاتون بیش از حد بزرگ یا بیش از حد کوچیک باشن. باید یه تناسبی رو بین این در واقع المان ها داخل طرحتون حتما رعایت کنید. من فعلا اینو اینجا قرار میدم. یه متنی هم داشتیم که فرارسیدن محرم رو تسلیت میگفتیم. خب متنمون رو تایپ میکنیم. فرارسیدن محرم حسینی تسلیت باد. من فکر میکنم که اون فونتی که حالا توی اون کار استفاده کرده بودم الان ندارم. شما میتونید از هر فونتی که به نظرتون مناسب میرسه برای این در واقع طراحی استفاده کنید. این فونتی که الان دارم استفاده میکنم فونت دوران هست با وزن اکسترا بولد. فونت وقتی که میگیم وزن اکسترا بولد میزان ضخامت در واقع این متن ما هستش. سایزش رو از قسمت اسکیل تنظیم میکنم به این حالت. یه نکته‌ای که هم هست باید همیشه شما رعایت کنید و یادتون باشه اینه که شما چون توی موبایل دارین طراحی میکنید، خب یه مقدار صفحه براتون کوچیکه، یعنی ابعاد این قسمت که دارین طرحی که طراحی میکنید رو میبینید کوچیکه و این باعث میشه که به اشتباه مثلا این متن رو خیلی بولد قرار بدیم. ولی همیشه یادتون باشه شما قرار نیست این استوری رو یا مخاطب قرار نیست این استوری رو، این موشن رو، این طرح رو توی این ابعاد کوچیک ببینه. قرار است تمام صفحه روی صفحه موبایلش ببینه. پس خیلی بولد و بزرگ نکنید این المان ها رو. خب الان نوبت یه سری تغییراتی که میخوایم انجام بدیم. اول اصلاح رنگ و نوره. این پرچم رو من میخوام از این حالت سبز رنگ تغییرش بدم به یه حالت قرمز. تصویرش رو کلیک میکنم اول از همه برای اینکه لایه ها رو گم نکنم و شلوغ و نامنظم نشه نامگذاری میکنم که کارم راحت بشه. متنمون که خب مشخصه اما لایه های دیگر رو نامگذاری میکنم. اول زمینه رو انتخاب میکنم. از این قسمت بالایی ضربدر رو میزنم و اسمی که میخوام رو برای لایه‌ام تنظیم میکنم.
تصویر گذاشتیم، اینم میذاریم اسمشو پرچم. و تایپوگرافی. خب حالا این یه خورده نامعلومه. میتونید لایه هاتون رو برای اینکه کارتون راحت تر باشه، مثلا من این لایه زمینه رو انتخاب میکنم، میام بالا گوشه سمت راست بالا این 3 نقطه رو کلیک میکنم. از آخرین بخش از این قسمت شما میتونید لایه ها رو کنارش یه علامت بزنید، مارک بزنید. ببینید این قسمت الان سفید شد و مثلا من میدونم که این زمین است، حتی اگر اسمش رو ندونم توی خاطرم میمونه. خب من تصویر این حالا گنبد رو انتخاب میکنم، این مناره ها رو. میرم به قسمت افکت، اد افکت، میام به بخش کالر اند لایت و اولین افکت که مربوط به تضاد و روشنایی میشه انتخاب میکنم. اگر کلمه انگلیسی رو اشتباه تلفظ کردم دیگه شما به بزرگیتون ببخشید، سعی میکنیم که انگلیسیمون رو هم خیلی بهتر کنیم. یه مقدار کمی براینتش رو کم میکنم، کنتراستش رو هم یه خورده کم میکنم. دوباره اد افکت رو کلیک میکنم، میرم به همون بخش کالر اند لایت. افکتی رو میخوام که تصویر من رو سیاه و سفید کنه، میام این پایین افکت سچوریشن رو پیدا میکنم، این حالت رو داره، انتخابش میکنم با تنظیمات استاندارد، یعنی گزینه اول. بعد که انتخابش کردم پارامتر اولش خودش دیفالت روشه، تا انتها به این حالت تنظیم میکنم. یه نکته هم بگم، این که حالا مثلا شما بخواید تا انتها به این صورت تنظیمش کنید یا نه، این دیگه به دلخواه شماه و شما اختیار دارین که حالا کم یا زیاد این حالت رو برای خودتون طبق سلیقه و اون شرایط حالا هر پروژه‌ای که هست تنظیم کنید. فایل‌های رو داخل تلگرام میذارم که بتونید تمرین کنید. تمریناتتون رو هم میتونید داخل کانال تلگرام، داخل پیوی تلگرام دیمولرن ارسال کنید. البته این دوره پشتیبانی آنچنان به خصوصی نداره، ولی برای اینکه حالا تمریناتتون رو بهتر پیش ببرید میتونید این کار رو انجام بدین. میام به قسمت این عکس گنبد رو انتخاب میکنم، میام به بخش بلندینگ اند اوپاسیتی و یه مقدار این میزان اوپاسیتی رو کم میکنم. میتونم بلندینگ مودهای مختلف رو هم انتخاب کنم که به نظر من حالت اوورلی توی بخش کنتراست حالت قشنگی رو داره. اگر دقت کنید خیلی خوب و عالیه، من که خب دوستش دارم. یه مقدارم از قسمت موو ترانسفورم میبرمش پایین تر. این از این تصویر پرچم رو انتخاب میکنم، لایش رو از توی تایملاین، به این قسمت میگن تایملاین. میرم به بخش افکت، اد افکت، دوباره کالر اند لایت. این بخش مربوط میشه به افکت های روشنایی، رنگ و این حالت ها. افکت هیو شیفت رو اینجا انتخاب میکنم، هیو شیفت اضافهش میکنم و با این پارامتر میتونم رنگ این قسمت رو تغییر بدم. یه نکته دیگه هم اینجا هست، دقت کنید چون قسمت بالایی پرچم رنگ خاصی نداره و حالت سیاه و سفیده، رنگ اون قسمت تغییر نمیکنه مسلما. اما اگر اون قسمت هم رنگی بود، رنگ اون قسمت هم تغییر میکرد، ولی خب اینجا ما نیازی نداریم. یه مقدار رنگمون در واقع خیلی اونطور که میخوایم نشده، کالر اند لایت رو میزنیم، میخوام شدت رنگ بیشتر بشه، غلیظ‌تر بشه. میریم همون افکت سچوریشن رو
پیدا میکنیم. با تنظیمات استاندارد مقدارش رو زیاد میکنیم تا جایی که اون قرمزی رو به خودش بگیره. پارامتر دوم رو هم میتونیم به دلخواه به این صورت تغییر بدیم و تنظیمش کنیم. خب با این دوتا افکت میبینیم که از این حالت رسیدیم به این حالت. خب تصویر تایپوگرافیمون انتخاب میشه، اما اگر همین تصویر رو به همین صورتی که دیفالت اضافهش کردیم بریم به قسمت کالر اند لایت و بهش کالر بدیم، یه همچین صحنه‌ای رو میبینیم که اون متن یا تایپوگرافی کلا غیب میشه و همه چی رنگی میشه، یک مستطیل برای ما شکل میده. دو تا روش هست که شما میتونید رنگ این قسمت رو تغییر بدید. اولیش اینه که بیاین به قسمت افکت، اد افکت، دوباره کالر اند لایت و افکتی به نام ریپلیس کالر رو انتخاب کنید که این افکت هستش و با تنظیمات استاندارد اضافه کنید. وقتی که پنجره این افکت باز شد، ما اینجا چند تا پارامتر داریم. بخش اولش که رنگ قرمز رو اینجا به ما نشون میده رنگ ورودیه، یعنی این رنگ رو میگیره و تبدیل به این بخش دوم یا این رنگ دوم ما میکنه. خب رنگ اوله ورودی ما در واقع مشکیه، پس اینجا انتخاب میکنم و رنگ مشکی رو بهش میدم، همونطور که میبینید تغییر داد. حالا رنگ بخش دوم رو هم انتخاب میکنم، این قطره چکون رو برمیدارم میتونم این حالت رو بدم و یا این حالت رو بدم. من خودم ترجیحم اینه که از بک‌گراند تیره تر باشه این تایپوگرافی من. وقتی که شما یه رنگی رو با قطره چکون انتخاب کردین، این قسمت کد اون رنگ رو نشون میده، این 100% میزان شفافیتشه و این به اضافه‌ای که این کنار هست اگر کلیک کنید روش، اینجا اون رنگ براتون ذخیره میشه تا بتونید راحت‌تر بهش دسترسی داشته باشید. رنگ بک‌گراند من احساس میکنم که یه مقدار بیش از حد تیره شده، پس بک‌گراندم رو یه مقدار کمی روشن‌تر میکنم به این حالت. الان خوبه. خب گام‌های اولیه طراحی رو اومدیم انجام دادیم، مراحل اولیه‌اش رو انجام دادیم، همونطور که میبینید به نتیجه‌ای داریم میرسیم. از این به بعد کاری که باید انجام بدیم، میتونیم به این تصویر پایین، به این تصویر گنبد یه مقدار بلر یا تاری اعمال کنیم که یه خورده طبیعی تر بشه، جلوه بهتری داشته باشه. البته باز اینم خیلی نیاز نیست. تصویر رو انتخاب میکنم، افکت رو میزنم، اد افکت. بخشی داریم توی این قسمت به نام بلر، کلیک میکنم روش و اینجا افکت های مختلفی هست که حالت های مختلفی رو برای ما ایجاد میکنه. من گاسین بلر رو انتخاب میکنم، تنظیمات استاندارد، پنجره افکتش رو باز میکنم و یه مقدار خیلی کمی، مثلا 15,000 به این حالت تنظیمش میکنم. دوباره موو ترانسفورم رو میزنم. اگر دقت کنید توی این قسمت ها یه مقدار لبه کار من داره دیده میشه، یعنی زمینه از این قسمت داره دیده میشه. برای اینکه این حالت رو از بین ببرم میام به قسمت موو ترانسفورم و این بخش که اسکیل هست یه مقدار تصویرم رو بزرگتر میکنم. الان کاملا اون حالت رفع شد. برای اینکه کار بهتری داشته باشیم، طراحی بهتری داشته باشیم، میایم به این پرچم سایه میدیم. لایه پرچم رو انتخاب میکنیم، میایم به قسمت border and shadow، گزینه سوم شادو رو روشن میکنیم، سایزش رو به همین حالت که میبینید بزرگتر و بزرگتر میکنیم
به اون حالتی که حالا به نظرمون مناسب رسید این کار رو ادامه میدیم. از پارامتر آخر که نوشته پوزیشن انتخابش میکنیم و جای در واقع این سایه رو از قسمت وای، این گزینه یعنی، تغییر میدیم. من میخوام یه مقدار این سایه بیاد پایین تر، مثلا 20 درجه یا 30 درجه. و از قسمت آلفا میزان شفافیت سایه رو تنظیم میکنیم. من میذارم روی 50%. این قبلشه، این بعد اون حالت. خب نوبت میرسه به تایپوگرافی لبیک یا حسین. این پنل رو من از این قسمت باز میکنم. این پنل که باز شد، توی همین قسمت پایین میتونید روی تصویرتون زوم کنید تا اون قسمتی که دارین براش کاری انجام میدین، طراحی میکنید، واضح‌تر ببینیدش. لایه تایپوگرافیم رو انتخاب میکنم، بوردر اند شادو رو میزنم، کلیک میکنم روش، میام دوباره این قسمت آخر که مربوط به سایه میشه، توی قسمت کالر انتخاب میکنم، این قطره چکون رو میزنم، رنگ خود همین تایپوگرافی رو بهش میدم که البته الان همونطور که میبینید رنگش تغییر کرد و شد مشکی. یه باگه. خب یعنی شما این رو که قطره چکون رو که میزنید رنگ رو تغییر بدین، رنگ لایه‌تون هم تغییر میکنه. اما ما این مشکل رو نداریم. چرا نداریم؟ چون این رنگی که برای لایه تایپوگرافیمون انتخاب کردیم ذخیرش کردیم و این رنگ هست. رنگ رو که انتخاب کردیم، شادو رو روشن میکنیم. میایم قسمت پایین، پوزیشن، این دو مقدار رو X و Y رو روی 0 قرار میدیم که به هیچ جهتی سایه حرکت نداشته باشه. حالا سایز رو انتخاب میکنیم و تا اون حدی که به نظرمون مناسبه سایز رو زیاد میکنیم. این قبلشه، این قبل و اینم بعد. میتونید مقدار آلفا رو هم خودتون تنظیم کنید. به نظر من سایز روی 30 باشه خوبه. خب یه نمای کلی ببینیم تا الان به این نتیجه رسیدیم. خب بک‌گراندمون یه مقدار ساده است. خب برای اینکه حالت جذابتری داشته باشه، قشنگتر بشه، زیباتر بشه، من به اضافه رو کلیک میکنم، از این قسمت شیپ یه دونه دایره اضافه میکنم. رنگ این دایره رو از بخش کالر اند فیل میام تغییر میدم. اما چطور؟ چه تغییری؟ این قطره چکون رو میزنم، میام رنگ زمینم رو انتخاب میکنم و بعد قطره چکون رو خاموش میکنم. این گزینه وسطی رو، این قسمت زیر دقیقاً قطره چکون انتخابش میکنم. یه مقدار از اینجا رنگ روشنتری رو نسبت به بک‌گراندم در نظر میگیرم. یکم هم به سمت قرمز به این حالت. خب رنگش رو که تنظیم کردم برمیگردم عقب، از قسمت موو ترانسفورم جاش رو تنظیم میکنم. همونطور که میبینید الان یه خورده برنامه من لگ داره، چون هم دارم ریکورد میگیرم و هم طراحی میکنم. شاید بگید که این که خیلی طراحی مثلا آنچنانی نیست که لگ بزنه، ولی خب الایت موشن از این مشکلات هم داره. البته من بهش نمیگم مشکل. برای اینکه این حالت رو نداشته باشیم، عواملی که روی لگ زدن توی پروژه، توی طراحی پروژه تاثیر گذارن، یه سری افکت‌ها مثل گاسین بلر، کلا افکت‌هایی که بلر میکنن، و سایه هستش. میام این افکت‌هایی که تنظیم کردم و صرفا فقط خاموش میکنم به صورت موقت، نه دائمی، چون تنظیم و همه چی اوکی شده. فقط فعلا خاموش میکنم که
فرایند طراحی منو کند نکنه. تصویر رو انتخاب میکنم، اینجا افکت گاسین بلر رو خاموش میکنم و پرچم رو هم انتخاب میکنم، شادوش رو خاموش میکنم. همچنین تایپوگرافی رو هم شادوش رو خاموش میکنم. حالا اگر دقت کنید لگ نمیزنه، خیلی کمتر شد. اسکیل این دایرم رو بزرگ میکنم. شاید الان منتظرید که ببینید من با این دایره میخوام چیکار کنم. دایره رو اینجا قرار میدم و با استفاده از این پوینت ها یه همچین حالتی رو براش درست میکنم. بعد میام به قسمت موو ترانسفورم، این قسمت، این گزینه یعنی روتیشن یا چرخش رو انتخاب میکنم و این حالت بهش چرخش میدم. حالا برمیگردم و میرم به قسمت افکت، اد افکت و افکت گاسین بلر رو براش انتخاب میکنم و مقدارش رو زیاد میکنم تا زمانی که این حالت گرادینت رو برای من تشکیل بده و این حالتی که این قسمتی که محو میشه، یعنی این خط دایره من دیده نشه. میخوام کاملا به یه حالت فید برسم. شاید بگید خب مثلا میشد خود بک‌گراند رو بهش گرادینت داد، چه کاریه، چرا من شکل آوردم. شما وقتی به بک‌گراندتون، به این لایه‌ای که بک‌گراند زمینه هستش گرادینت بدین، صرفا فقط اون رنگش تغییر میکنه و این حالتی که من میخوام نمیشه. من میخوام که این شکل من روی تمام اجزایی که اینجا قرار میگیره، مثلا این پرچمه، بازتاب داشته باشه. خب پس میام از این روش استفاده میکنم. روش های مختلفی میتونم باشن ولی من این حالت رو فعلا انجام میدم. بعد میام اوپاسیتی رو یه مقدار کمتر میکنم، مثلا نصفش میکنم و جاش رو هم به این صورت تنظیم میکنم، این قبل این بعد. حالا میام یه دونه داپلیکیت از همین میگیرم. داپلیکیت یعنی چی؟ یعنی یه لایه از این میخوام کپی بگیرم، عین همین. کلیک میکنم روی این قسمت و گزینه دوم که نوشته داپلیکیت لایر انتخابش میکنم. لایه که کپی گرفت انتخاب میکنم، میرم به قسمت موو ترانسفورم و محلش رو تغییر میدم و میارم این قسمت پایین، گوشه سمت چپ پایین، به این حالت قرار میدم. میتونم شکلم هم، فرم این شکل رو هم به شیوهی که میخوام به این صورت تغییر بدم. میتونید اوپاسیتی رو کم و زیاد کنید تا اینکه به اون نتیجه‌ای که در واقع دلخواه هست و بهتره برسید. جاش رو عوض کنید و در واقع این حالا به همین هم قرار ما مشهم بدیم در قسمت دوم و ادامه کار. خیلی کار زیادی نمونده برای طراحیش. رنگ زمینم رو انتخاب میکنم برای اینکه خیلی بین این قسمت و این قسمت تضادی وجود نداشته باشه. زمینه رو انتخاب میکنم، کالر فیل، همین آیکونی که گفتم، یه مقدار خیلی کم رنگ زمینه رو روشن‌تر میکنم و تغییر میدم. فکر میکنم الان خوب باشه. خیلی محسوس و کم. یه مقدار هم دوباره اوپاسیتی این شکل هایی که اینجا قرار دادم رو کم میکنم تا خیلی توی چشم نباشن. ببینید همین چیزای ریز خیلی توی طراحی شما تاثیرگذاره. فرارسیدن محرم حسینی تسلیت باد. لایه متنش رو انتخاب میکنم، میرم به بخش افکت، اد افکت و ما یه افکتی داریم که فکر میکنم توی بخش میت ماسک باشه اگر اشتباه نکنم.
یه افکتی داریم که میخوایم بهش، بله توی اون قسمت نیست، دقت کنید لایه میخوام یه حالت نویز داشته باشه. متنم رو انتخاب میکنم، لایش رو میام به قسمت افکتس، اد افکت، اوپاسیتی و این افکت رو انتخاب میکنم که فکر میکنم نوشته دیسولو. انتخابش میکنم، اولین گزینه تنظیمات استاندارد رو اضافه میکنم، یه مقدار زوم میکنم که قشنگ ببینیم چه کاری داره انجام میشه. خب پارامتر اول که استرنج هست، هر چقدر که بیشتر کنم میبینید که یک سری یه جورایی یه سری دونه ها انگار روی متن من تشکیل میشه که یه نویزی ایجاد میکنه. از نزدیک شاید خیلی جالب نرسه، ولی از نمای دور حالت خوبی رو به خودش میگیره که من به شخصه میپسندم. خیلی زیاد قرار نیست اغراق کنید توش، افراط کنید. خب اینم از این. خب حالا تمام اون افکت‌ها و حالت‌هایی که برای لایه‌های دیگه خاموش کرده بودم رو روشن میکنم، ببینیم نتیجهش چی شده. تصویر رو انتخاب میکنم که بهش افکت گاسین بلر داده بودم. احساس میکنم این مقدار گاسین بلرش زیاده، پس یک کمتر میکنم و روی 5000 میذارم این قسمت رو. آره الان بهتره. البته اینم به دلخواه، میتونید گاسین بلر بهش ندین. تصویر پرچم رو انتخاب میکنم، میرم به بخش بوردر اند شادو و اون شادویی که بهش داده بودم رو فقط روشن میکنم. احساس میکنم سایه‌اش یه مقدار زیاده، پس آلفا رو یه مقدار کمتر میکنم تا سایه ملیح و نرمتری داشته باشم. متن لبیک یا حسین رو هم انتخاب میکنم، تایپوگرافیم رو، و از همون قسمتی که توضیح دادم شادوش رو روشن میکنم. همونطور که میبینیم احساس میکنم یه مقدار اینجا هم میتونه آلفا کمتر باشه. دقیقا نکته که هست اینه، شما وقتی یه طراحی رو انجام میدین ممکنه در حین طراحی و مشغول شدن به جاهای دیگه اون طراحی، اون طرح، بعد که بیاین مثلا این المان رو دوباره بررسی کنید میبینید که میتونید یه سری تغییرات و اصلاحاتی انجام بدین که حالت قشنگتر و بهتری رو داشته باشه. یه کار دیگه هم ما قرار انجام بدیم که توی خیلی از استوری موشن ها دیده میشه که الان کارش رو انجام میدیم توی جلسه بعدی، توی قسمت دوم که میتونید توی کانال یوتیوب ببینید. میریم سراغ موشن این کار. یه دونه لایه سفید رنگ، یک شکل سفید رنگ از قسمت شیپ اضافه میکنم و سایزش رو به این حالت بزرگ میکنم. میرم به بخش کالر، رنگ سفید رو براش در نظر میگیرم، میام تایملاین، از سمت راست تایملاین این لایه رو نگه میدارم و میارم دقیقا روی لایه تایپوگرافی. کلیک میکنم روی این لایه سفید، این سه نقطه گوشه سمت راست بالا رو انتخاب میکنم و میام پایین، این گزینه رو انتخاب میکنم تا کلیپینگ ماسک بشه روی لایه تایپوگرافی و میبینید که این حالت رو برای من درست میکنه. حالا میتونید اوپاسیتیش رو کم یا زیاد کنید، یا میتونید حتی رنگ رو براش تغییر بدین، هر رنگی که میتونید به نظرتون حالا مثلا توی اون طرحتون هست براش در نظر بگیرید. من توی این طرح میخوام قرمز باشه، این حالت باشه. ببینید به این صورت. خب موو ترانسفورم رو انتخاب میکنم، دقیقا این لایه قرمزی که افتاد روی متنم
میبرمش سمت چپ یا راست. یه مشکلی هست. مشکل چیه؟ مشکل اینه که بذارید من زوم کنم. توی این قسمت چون ما یه شکل اضافه کردیم یه خط کات اینجا دیده میشه. برای اینکه این خط کات رو رفع کنیم کلیک میکنیم روی این لایه، افکت ها رو انتخاب میکنیم و افکت گاسیان بلر رو براش در نظر میگیریم. مقدارش رو تا جایی زیاد میکنیم که یک حالت نرمی داشته باشه. امیدوارم که این آموزش براتون کاربردی باشه. توی قسمت دوم برای موشن کردن این طرح همراهتون هستم. ارادت.